سلام رفقا. میدونستید یه پادشاه ایرانی بوده که تونسته دنیای قدیم رو زیر و رو کنه؟ جالبتر این که خیلی از چیزهایی که امروز داریم ریشش به کارهای اون برمیگرده. اسمش داریوش بزرگ بود. سومین پادشاه هخامنشی که از سال تزدجه تا تازدسه قبل از میلاد حکومت کرد و واقعاً قدرت رو به معنای واقعی نشون داد. بعد از اینکه با شجاعت به قدرت رسید و یه پادشاه قلابی رو کنار زد، کل امپراتوری رو دوباره سر و سامان داد و به 20 تا استان یا همون ساتراپی تقسیمش کرد تا راحت تر بتونه مدیریت کنه. داریوش جاده شاهی رو ساخت که هند رو به مصر وصل می کرد و سکه طلای داریک رو هم وارد بازار کرد تا اقتصاد امپراتوری رو یک دست کنه. همیشه دنبال عدالت بود. خودش رو دوست حقیقت و دشمن دروغ می دونست و کلی قانون جدید گذاشت تا همه بتونن راحت تر زندگی کنن. راستی، ساختن شهر باشکوه تخت جمشید هم ایده خود داریوش بود. حتی با اینکه با یونانی ها جنگید و توی نبرد ماراتون شکست خورد، اما اسم یادش به عنوان یه پادشاه قدرتمند، خلاق و عادل هنوز هم توی تاریخ روی سنگ ها مونده.